نیلا دوست زیبای منه، انقدر زیبا و جذاب که من در برابرش شبیه مگسم. اما حالا اون دقیقاً اومده عاشق آیدین شده، یعنی کسی که من عاشقشم. اون همه زایه شدنهای پی در پی خودم و زیبایی و خواستنی بودن نیلا باعث خشم و حسادت زیادی در من شد. و حالا ادامه داستان. چرا نشه رقابت کنم؟ اصلا میام مو به مو هر کاری که نیلا کرد و تقلید میکنم روی صحنه. اما چشمم خورد به بقیه که داشتن همین جور به من ریز ریز میخندیدن و مسخرم میکردن. بقیه اجرامو هم خراب کردن و اونا هم البته نیلای زیبا رو برای نقش جولیت قبول کردن. خیلی دلم شکسته بود. حسه یه بازنده رو داشتم. اونقدر داغون بودم که حتی جواب سلام آیدین رو هم ندادم و یه راست رفتم خونه. اما تازه وقتی رفتم خونه چشمم به کتابام افتاد و یادم اومد که باید از حدود 2 هفته پیش یه مقاله بلند می‌نوشتم و به استاد تحویل میدادم. اما انقدر درگیر قضیه آیدین و نیلا شده بودم که به کل یادم رفته بود و فقطم تا صبح روز بعدش وقت داشتم. اما هر چقدر تلاش کردم نتونستم چیزی بنویسم. حالم به خاطر ضایع شدنای مداومم خیلی بد بودش و مدام صحنه هاش جلوی چشمم می اومد. تا اینکه چطوری آسین؟ بدون خبر رفتی خونتونا؟ گوشی تو هم جواب ندادی، نگرانت شدم. میگم میای بریم یه کافی شاپ جشن بگیریم؟ ها؟ چیه جشن بگیریم؟ نقش جدید منو دیگه تو تئاتر انتخابم کردن. مبارکه. راستش من نمیتونم بیام. مقاله‌ای که باید فردا تحویل بدیم و آماده نکردم. باید بشینم اونو تمومش کنم. وای عزیزم، پس برای همین با عجله رفتی خونه؟ این که نگرانی نداره، میشینیم با هم مقالت رو تموم میکنیم. من خودم مقاله‌مو قبلا نوشتم. کلی ایده دارم. تا من هستم هیچ غمی نخور. بله، اینجوری شدش که نیلا به کمکم اومد تا یه مقاله عالی بنویسم. هرچند من وسطاش خوابم برد، اما نیلا تا خود صبح بیدار موند و مقاله‌مو برام نوشت و تایپ کرد و وقتی بیدار شدم بهم تحویل داد. وای نیلا، باورم نمیشه. تو واقعا از خواب خودت زدی و برای من مقاله‌مو نوشتی. عزیزم، نیاز به تشکر نیستش. دوستی به درد همین وقتا میخوره دیگه. حالا برو با آماده شو بریم کالج، صبحونه رو اونجا میخوریم. نیلا، من میرم یکم خوراکی مراکی میخرم، کیک و آب میوه چیزی تا بخوریم با هم. صبحونه که نخوردیم. باشه عزیزم، منتظرت میمونم اینجا. اما وقتی برگشتم دیدم نیلا و آیدین دارن بازم با هم میگن و میخندن و در گوشی صحبت میکنن. خشم و حسادت دوباره همه وجودم رو گرفت و دیوار مهربونیای نیلا هم برام کاملا فرو ریخت. موزرد خانم فکر کرده کیه؟ شبیه بلالی هستی بیشتر. فقط برای اینکه ذهن منو از آیدین دور کنه اومد کمکم کرد. بذار حالا یه بلایی سرت میارم که به جای خندیدن به گریه بیفتی. وقتی اون صحنه رو دیدم به روی خودم نیاوردم و با لبخند رفتم پیششون. اما بعدش رفتم و کار نیلا رو تلافی کردم تا دلم خنک شه. نوبت خوندن مقاله ها بود و همه خوشبختانه از مقاله من که البته نیلا نوشته بود خیلی خوششون اومده بود. اما وقتی نوبت خوندن مقاله نیلا رسید هرچی گشت نتونست مقاله‌اش رو پیدا کنه. استاد مقاله‌مو هرچی میگردم تو کیفم نیستش. زود باش نیلا جان، بقیه بچه هم میخوان مقاله‌شون رو بخونن. استاد باور کنید من همون 2 هفته پیش این مقاله رو نوشتم. خیلی هم براش وقت گذاشته بودم. احتمالاً تو خونه جاش گذاشتم. دفعه بعد یه بهونه قابل باورتر جور کن.
از قیافه خوابالودت هم معلومه که به جای درس همش مشغول پارتی و اینجور کارا هستی. نیلا وقت کلاسو نگیر. خانم باور کنید من این ترما هم افتادی. میتونی بری بیرون. راستش یکم احساس عذاب وجدان کردم، اما دلم نخواست برم دنبالش. برای اولین بار من تونسته بودم بهتر از اون باشم و از اینکه جلوی همه ضایع شده بود خیلی دلم خنک شد. یک روز گذشت اما نیلا کالج نیومده بود. رفتم از آیدین بپرسم که آیا ازش خبری داره یا نه، اما اون بدون اینکه جوابمو بده ول کرد و رفت. چه بی‌ادب و گستاخ! ببین آذین، به خاطر کی به دوستت خیانت کردی و مقاله‌شو دزدیدی؟ بالاخره وجدان درد به سراغم اومد و تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم، اما گوشیش خاموش بود. خیلی راستی نگرانش شدم. بنابراین تصمیم گرفتم برم در خونه‌شون. سلام خاله، خوبید؟ راستش نیلا گوشیشو جواب نمیده، دانشگاه هم نیومده، نگرانش شدم. چی بگم خاله؟ نیلا دیگه خونه نیست. چی؟ یعنی چی که دیگه خونه نیست؟ نکنه میخواد از این کشور بره؟ نیلا پریروز بیمارستان بستری شد. چی؟ چرا تصادف کرده؟ نه، نیلا مشکل تنفسی داره، آسم. نمیدونم پریروز چی شده بود که تو راه برگشت به خونه حالش خیلی بد شد و به ما زنگ زدن گفتن پاشید بیاید بیمارستان. خودم هم همین 1 ساعت پیش اونجا بودم. ممنون خاله، میرم پیشش. نیلا جونم عزیزم، مرسی که اومدی دوست خوبم. نه، من دوست خوبی نیستم. نیلا منو ببخش، همش تقصیر من بودش. من بودم که مقاله‌تو از کیف دزدیدم، چون به تو و آیدین به عشقتون به هم حسادت میکردم. برای همین نتونستم جلو خودمو بگیرم. منو ببخش، به خدا نمیدونستم مریضی. ببخشید، از خودم خجالت میکشم. گریه نکن دیوونه. عزیزم من دوست خوبی نیستم. آروم باش. صبر کن بهت یه چیزی بگم. آیدین اصلا عاشق من نیست، اون عاشق توه. از همون اولش هم عاشق تو بود. میگی؟ همون هفته اول تو کالج به من گفت که از تو خوشش میاد، اما روش نمیشه بهت بگه. برای همین قرار شد من واسطه بشم تا شما با هم آشنا بشید. حتی به خاطر تو اون مهمونی دعوتش کردم، اما موفقیت آمیز نبود. تمام مدتی که ما رو با هم میدیدی داشتیم درباره اینکه چطور با تو حرف بزنه نقشه میکشیدیم. میخواست یه جور رومانتیکی سورپرایزت کنه. منم بهش میگفتم که مثلا از چه گلی، چه هدیه و اینجور چیزایی خوشت میاد، چون به عنوان بهترین دوستت تو رو خیلی خوب میشناسم عزیزم. وقتی اینا رو از نیلا شنیدم فقط دلم میخواست یه ماشین زمان داشتم تا میتونستم زمانو به عقب برگردونم. نیلا جونم ببخشید، چقدر حسادت واقعا کورم کرده بود. بازم میام بهت سر میزنم. باشه عزیزم. حالا الان برو پیش آیدین و بهش بگو که تو هم عاشقشی. بعد از بیمارستان مستقیم رفتم کالج. دیگه هیچی نمیتونست جلوی با هم بودنمونو بگیره. آیدین، نمیدونم چطوری بگم واقعا. راستش من میدونم عاشقمی و تمام این مدتم فقط تلاش کردی که عشق تو بهم نشون بدی. خواستم بگم منم عاشقتم، یعنی از همون اول عاشقت شده بودم. از این اون روز وقتی داشتی مقاله نیلا رو از کیفش میدزدیدی من دیدمت. چی؟ همونجا هم احساسی که بهت داشتم تموم شد. من نمیتونم عاشق کسی باشم که با بهترین دوستش همچین رفتاری میکنه. ولی من اینا رو خودم پیش نیلا اعتراف کردم.
نیلا خودش منو بخشیده. میتونی بری بیمارستان ازش بپرسی. برات متاسفم. آیدین، آیدین. بله، و بدین سان بود که برای همیشه آیدینو به خاطر حسادت‌های بی خودم از دست دادم. راستی بچه‌ها، شما اگه جای دوستم نیلا بودید منو میبخشیدید؟ به نظرتون چجوری میشه یه اینجور حسادت کردن رو کنترل کرد؟ مثل همیشه حتما برام اون نظرهای قشنگتون رو بنویسید. Love you guys so much. Bye.